اگه بهت بگم شاید یه روزی بتونی به گذشته برگردی، بهم میخندی. خب سوالی که به خاطرش این ویدیو رو گرفتم اینه که واقعا ماشین زمان وجود داره یا نه. بیاین از دید علم بهش نگاه کنیم. طبق نظریه خاص انیشتین، زمان یه چیز ثابت نیست و برعکس نسبیه و به سرعت حرکت بستگی داره. مثلا تو اگه سواری سفینه بشی، به فضا بری و با سرعت نور حرکت کنی، زمان برای تو کندتر میگذره. اگه به زمین برگردی، میبینی که سالها گذشته. پس سفر به آینده از نظر فیزیک امکان داره. اما برگشت به گذشته یه چیز دیگه است. و ایده‌ای که برای این کار مطرح کردن کرمچالاست. کرمچالا یه سری تونل‌های فرضی توی فضا زمانن که دو نقطه دور یا دو تا زمان متفاوت رو به همدیگه وصل می‌کنن. و اگه بتونیم اون سر کرمچاله رو با اون سر دیگه‌اش وصل کنیم، شاید بتونیم به گذشته سفر کنیم. اما این فقط روی کاغذ امکان داره و مشکلات بزرگی سر راهه که یکیش مثل پارادوکس میمونه. فرض کن که تو به گذشته سفر میکنی و اجازه نمیدی پدر بزرگت ازدواج کنه. پس تو دیگه وجود نداری. پس اگه وجود نداری، چطور برمیگردی به گذشته؟ بعضی از فیزیکدان‌ها میگن اگه سفر به گذشته وجود داشت، حداقل باید یه مسافر زمان پیداش میشد. در نهایت علم هنوز برای این سوال پاسخی نداده. ولی سوال اصلی اینه که اگه واقعا همچین تکنولوژی به وجود میومد و تو میتونستی به گذشته سفر کنی، چی کار میکردی؟ برامون یه زیر بنویس و اگه از اینجور ویدیوها خوشت میاد با من هم باش.